بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد میگم خدمت شما. خیلی خوشحالمون کردید که امروز تو این جمع حاضر شدید و قرار یه صحبتایی بکنیم که قطعا برای هممون مفیده. چند نفرتون پیجمو دارید و از طریق پیج با من آشنایید؟ خیلی خوب. پس آقای صالحی رو باید بشناسید قاعدتاً، چون لایف های زیادی با هم داشتیم. زحمت کشیدن از آب1 قزوین تشریف آوردن و قراره کمکمون کنن تو این دور همی و صحبت ها. من علی محمد رسات هستم. الان حدود 4 ساله که دارم توی حوزه ذهن آموزش میبینم. چیزهای زیادی یاد گرفتم و اومدم آموزش های خودم رو در قالب تناسب اندام که خودم یه زمان اینجوری بودم، شکممو ببینید مشخصه، 107 کیلو وزنم بود. مثل خیلی ها بارها و بارها اقدام کردم برای لاغر شدن، اما یا لاغر نمی شدم یا می شدم و دوباره وزن برمیگشت. تو دوران خدمتم 25 کیلو وزن کم کردم. قبلش اینطور بود، بعد ازدواج این اتفاق برام افتاد و هر بار این ترورانس کاهش وزن و برگشت وزنی رو داشتم و دیگه چیزی طبیعی شده بود مثل همه. الان از اکثر افرادی که چاق هستن بپرسی، خب من چاق شدم، رژیممو رعایت نکردم، دوباره وزنم برگشت، چه چیز طبیعیه، همه اینو پذیرفتن. میگن این همیشه من باید رژیم داشته باشم تا وزنم وزن ایدئالی باشه. منم خب اون دوران پذیرفته بودم این موضوع رو، فقط این موضوع توی ذهنم بود. من هر وقت بخوام به راحتی لاغر میشم. عکسای زیادی هم نداشتم، مجبور شدم عکس مثلا اینو بذارم براتون. ولی خب تونستم بعد اینکه قوانین ذهنی رو یاد گرفتم و روی جسم خودم آزمایشش کردم، به راحتی توی کمتر از 6 ماه نزدیک به 30 کیلو کاهش وزن داشته باشم، برسم به وزن 77 کیلو و الان نزدیک به 2 ساله که توی همین وزن باقی موندم. هر چی دلم بخواد میخورم، ترس خوردن ندارم. دیگه خبری از اضافه وزن نیست، دیگه دغدغه این که من چرا چاق میشم و این با خوردن این غذا چه اتفاقی برام میفته رو ندارم. این اصول رو الان 2 ساله توی پیجی، اول لاغری شیرین بود، بعد شد رسات فیتنس، دارم به افراد آموزش میدم. با آقای صالحی عزیز از پارسال اسفند ماه تا امسال 4 تا سمینار توی تهران برگزار کرد، کارگاه دوره همی، و گفتیم این بار توی ساری شروع کنیم استارت بزنیم. ایشون هم موافقت کردن و امروز این جلسه برگزار شد. امیدوارم که بتونیم صحبت‌های اینجا بکنیم که به درد دوستان بخوره. قطعاً اگر آماده باشید میتونه کمکتون کنه این مطالب. حداقلش اینه که بدونید با رژیم دارید چه بلایی سر خودتون میارید، با روش‌هایی که مرسوم همه دارن انجام میدن برای لاغر شدن. 2 قدم میرن جلو، دوباره برمیگردن و به جسمشون آسیب میزنن و هیچ کس هم نتیجه نگرفته. حداقل از دستشون رها بشید. من یه روز اومدم یکی از پست ها رفتم توی پارک بانوان، پرسیدم از افرادی که اونجا بودن چی کار کنم لاغر شم. یکی داشت آشغالای پارک رو تمیز میکرد، یکی داشت ورزش میکرد، یکی از کارمندای اونجا بود. همه بالاتفاق ورزش کن، رژیم بگیر. همه شما اینجا یه بار رژیم رو گرفتید دیگه، درسته؟ ولی چون نمیدونی راه درست چیه، چجوری باید اقدام کنی و همه هم میگن رژیم، دوباره همون راه میری. پس راهی که همه رفتن و جواب نگرفتن یا جواب دائمی نگرفتن رو رفتنش اشتباهه. شما اگر اضافه وزن داشته باشی، توی اضافه وزن باقی بمونی، خیلی بهتر از اینه که وزن کم کنی وزنت برگرده، وزن کم کنی وزنت برگرده. شما یه آهن رو بنداز داخل آب، 1 سال توی آب بمونه، زنگ میزنه، ولی یه آهن رو هی بنداز تو آب در بیار، بنداز تو آب در بیار، از بین میره، از زنگ زدگی فراتره. پس این که بتونید شما یک روند ثابتی رو داشته باشید بهتر از اینه که هر دقیقه چاق بشید و لاغر بشید. این یه فنجونه، اگر پر از چای باشه، هر چی شما چای بریزی میریزه پایین، توش چیزی جا نمیگیره. مطالبی که اینجا گفته میشه رو خیلی هاتون میدونید، ولی اگر با ذهن این که من اینا رو میدونم چیز جدیدی نیست بخواید گوش بدید، مطمئنا فقط وقتتون تلف میکنه. پس
خواهش میکنم ظرف ذهنتون رو خالی کنید. اگر این چیزا گفته شده شما میدونید، خب تکرار میشه براتون. تکرار دوباره باورهای جدید براتون میسازه، قوی ترش میکنه اونی که میدونستید. اگر نمیدونستید خب چیزی جدید اینجا یاد میگیرید. پس صبور باشید، این یکی دو ساعتی که با هم هستیم بتونیم یه خروجی خوب ازش بگیریم و یه بار برای همیشه از دست چاقی خلاص بشیم. کیا باش موافقن؟ لاغر شدن خیلی سخته؟ سخته؟ لاغر شدن خیلی سخته به شرط اینکه راهشو بلد نباشی. دوران ما کنکور وقتی امتحان میدادیم، همراه هر برگه کنکور یه برگه چک نویس همراهمون بود. باید یه کاغذ می‌نوشتی تا جواب تست رو پیدا کنی. بزن. الان چه اتفاقی میفته؟ میری کلاس کنکور، 2 تا تکنیک بهت میده. اینو منهای این می‌کنی، میگی گزینه اینه. توی سرعت خیلی پایین‌تر به جواب سوالات میرسی. برات پیش اومده میری در ربو باز کنی، سر و کله میزنی، یا در شیشه رو باز کنی نمیتونی. بعد تو اینترنت تکنیک می‌بینی 2 تا چکش بزن روش، 2 تا ضربه بزن روش، به راحتی باز میشه. سخته چون ما راه درستشو بلد نیستیم. اگر از راه درستش اقدام کنیم و بلد باشیم مطمئنا خیلی فرایند راحت‌تری میشه. و یک موضوع دیگه، طبیعتمون به سمت تناسب اندامه. یعنی ما همیشه طبیعی اینه که متناسب باشیم. اگر الان متناسب نیستیم یه مانع ایجاد شده. آب سرپایین میره دیگه، قبول دارید؟ آب که سربالا نمیره. ولی اگر یه ظرف، یه کیسه، یه چیزی بیاد جلوی اون آب رو بگیره، چه اتفاق میفته؟ شیب برعکس میشه. سلام خانم رضا، خوش اومدید. بفرمایید. سلام. شیب برعکس میشه و آب سربالا میره. پس من فقط باید اون مانع رو بردارم تا راه آب باز بشه. برای لاغر بودن باید همیشه رژیم باشیم و مراقبت کنیم از خودمون. کیا به این اعتقاد دارن؟ من همیشه باید رژیم بگیرم تا متناسب باشم. و توی خیلی از مشاوره ها وقتی صحبت میکنیم میگن خب من رژیم رو رها کردم، چاق شدم. خب طبیعتش اینه. شما الان زنگ میزنی دوستت، بعد میگه حالت چطوره؟ میگه نه خوبم. تعجب میکنی وقتی میگه خوبم؟ یا اگه بگه نه حالم بده تعجب میکنی، سوال میپرسی چرا؟ طبیعت اینه که شما متناسب باشی. طبیعت اینه که شما ثروتمند باشی. طبیعت اینه که شما حالت خوب باشه. اگر این نیست یه چیزی داره خلاف عمل میره جلو. خلاف اون حقیقت داره پیش میره. واقعیت‌های شما چیز دیگه است که اون اتفاقو میسازه. برای اینکه لاغر بشی باید کمتر بخوری و بیشتر تحرک داشته باشی. چند هزار بار اینو شنیدید؟ دور و براتون آدمایی ندارید که خیلی میخورن؟ اصلا تحرک نداره طرف، ولی متناسب لاغره. خب چی میشه؟ اگه این قانونه باید برای همه کار کنه دیگه. قبوله؟ قانون جاذبه قبول دارید؟ هر چی بندازم میفته پایین، بالا نمیره. قانونه، واسه همه داره کار میکنه. پس اگر الان یه چیزی داره خلاف اون کار میکنه، قانون نیست. چیزی که بارها به هم گفتم و من پذیرفتم، چجوری توی واقعیت جامعه دیدم، توی افراد دیدم و این موضوع رو پذیرفتم. ولی قطعا اینطور نیست. کیا فکر میکنن برای لاغر شدن اراده ندارن؟ روزای اول هم همچین فکر میکردید؟ اولین باری که اقدام کردید برای لاغر شدن. یه سوال، اگه از یه راهی بارها رفتی و توی اون راه یه آسیبی بهت رسیده، یا یه کسب و کاری رو شروع کردی رفتی و موفق نبودی و به این باور رسیدی که این راهی نیست که بهم نتیجه بده، اگه برای بار دهم باید میخوای اون راهو بری، به نظرت باید اراده داشته باشی؟ آفرین. پس شما قبل این که میخوای این مسیر رو، به شما 1 بار 2 بار 3 بار 10 بار رژیم گرفتی یا روش‌های دیگه
و میدونی این راه نتیجه نمیده بهت، بعد میگی من اراده ندارم. بابا سیستم داره درست کار میکنه، تو اگه اراده داشته باشی باید تعجب کردن. من قبل اینکه اصلا وارد این مسیر بشم میدونم شکست میخورم، بازندم، اصلا میدونم 2 روز دیگه این راهو رها میکنم. بعد میگی من اراده ندارم، یه برچسب به خودت میزنی. نه، اراده داری، اتفاقا اراده به انجام ندادن داری. چرا؟ چون گذشته داره میگه این مسیری که توش موفق نمیشی. چیز عجیبی نیست. پس برچسب از رو خودت بردار، یه خورده واقع بینانه ببین دیگه. اگه اراده داشته باشی جای تعجب داره. من کمکاری تیروئید دارم، سنم رفته بالا، لاغر نمیشم، من تحرک ندارم. حالا استاد صالحی بیشتر راجع به کمکاری تیروئید توضیح میدن. وقتی کمکاری تیروئید میگیری عملا سوخت و ساز بدنت میاد پایین. کمکاری تیروئید باعث چاقی نمیشه. افرادی رو بگرد پیدا کن که کمکاری تیروئید دارن و اصلا چاق نمیشن، لاغرن. حالا چه اتفاق؟ نه، کمکاری تیروئید دارن، پرکاری نه. حالا من میگم چرا. شما فکر کن یه فردی بودی که مراقبت میکردی از خودت، وزنت بالانس بود. مثال 1000 کالری در طول روز مصرف میکردی، 1000 کالری میسوزوندی با مراقبت هایی که میکردی، همیشه وزنت بالانس بود. کمکاری تیروئید میگیری. کمکاری تیروئید سوخت و ساز بدن رو میاره پایین. 1000 کالری مصرف میکردی، میسوزوند بدنت، میشه 800 کالری. 200 کالری اختلاف. اما شما همچنان عادتی غذا میخوری مثل گذشته. اون عادتی غذا خوردنه که باعث چاقی میشه. شما الان میخوای بری ماشینتو بنزین بزنی، چجوری بنزین میزنی؟ اول نگاه میکنی آمپر بنزین دیگه. یعنی ماشین آمپر داره واسه بنزین، خدا واسه بدنت آمپر نذاشته؟ احساس سیری و گرسنگی. من نمیدونم چیه، شناختی ازش نه، چون از تجربهش نکردم. بچه بودم تجربه کردم، حالا در ادامه صحبت میکنم. ولی وقتی بزرگ شدم با شرطی شدگی اون رفته کنار. سیستم اتوماتیک باید منو تو روند نگه داره رفته کنار. من بر اساس اون چیزی که بهم گفتن دارن اقدام میکنم. خب شما کمکاری تیروئید گرفتی، سوخت و ساز اومده پایین، اما به همون اندازه گذشته داری غذا میخوری، چون نمیدونی سیری چیه. فقط هم برای افرادی که کمکاری تیروئید دارن نیست. تو اینترنت سرچ کنید افرادی که کمکاری تیروئید دارن، سلام، اضافه وزنی که به خاطر کمکاری تیروئید 3 تا 7 کیلوگرم در مدت 30 ساله. به خاطر کمکاری تیروئید 3 تا 7 کیلوگرم در مدت 30 سال. خب اون دلیلش کمکاری تیروئید نیست، عادت هام، شرطی شدگی ها. نمونه این رو شما تو افرادی که ورزش حرفه‌ای میکردن و ورزش رو کنار گذاشتن هم میبینید. پذیرفته جامعه. الان جامعه یکی بگه من کمکاری تیروئید دارم چاق شدم و پذیرفته. یکی بگه من تحرک ندارم چاق شدم و پذیرفته جامعه. وقتی پذیرفته دیگه کاری براش نمیکنه. یه جوری انگار محکومه به اون حالت. کسی که الان ورزش حرفه‌ای میکنه ورزشو میذاره کنار، عملا زمانی که ورزش حرفه‌ای میکرد نسبت به منی که ورزش نمیکنم، خب کالری بیشتری مصرف میکرد. 20 سال، 30 سال، 10 سال داشت ورزش میکرد، عادت کرد به اون حد خوردن. الان ورزش گذاشته کنار. نیاز کم شده ولی عادتی غذا میخوره. اضافه وزن میاره. پس چیز عجیبی نیست. خوشگله نه؟ ان شاءالله نصیب همه بشه. وقتی شما بخوای رانندگی کنی، باید ماشین رو بشناسی. کلاچ چیه، ترمز چیه، دنده چیه، در چطور باز میشه، این ماشین چطور روشن میشه. ماشین رو حداقل باید بشناسی. و یه سری قوانین رو هم باید بدونی. و این که این ابزار چطور کار میکنه، این ادوات ماشین چطور کار میکنه. وقتی بشناسی میتونی به راحتی از ماشین استفاده کنی. حالا لامبورگینی بهت بدن اینجا، بلد نیستی حتی درشو باز کنی. مثل پراید میری سلفی میگیری تمام دیگه. یعنی عملا هیچ لذتی نمیتونی ازش ببری. ازش استفاده کنی. پس زمانی من میتونم از این ماشین استفاده کنم که هم ماشین رو بشناسم، هم نحوه کارکردش رو بدونم. برای آشپزی هم همینه. قبل اینکه آشپزی کنی باید بدونی ابزارالات آشپزی چیه، به چه دردی میخوره. مواد اولیه رو باید بشناسی، رسیپی باید داشته باشی، چی رو با چی قاطی کنم میتونم چی بسازم. وقتی که اینها رو بدونی قشنگ غذایی درست میکنی که خوشمزه بشه.
همه برات دست میزنن. ولی وقتی ندونی، اولا چیزی که به دست میاری اون نتیجه کار نتیجه دلخواهت نیست. شما میخوای یه چیزی رو تغییر بدی، جسمت رو، پس باید جسمت رو بشناسی یا نه؟ مثل همون ماشینه، هیچ فرقی نمیکنه. مثل همون آشپزی کردنه. من جسمم چاق شده، یه سری بیماری ها اومده سمتم، یه سری علائم دارم، یک سری احساس دارم، من باید اونها رو بشناسم، حالا بیام اصلاحش کنم. کدوم یک از شما وقتی رفتید رژیم بگیرید پرسید جسمم چجوری، اصلا چرا این احساسی که میاد سراغم، چرا در این احساس واسه چیه، این درد برای چی، از کجا اومده؟ فقط نگاه کردی آقای ایکس یه برنامه غذایی بهت داده، برو بخور. شما همین الان که اینجا نشستی، دمای اتاق 1 درجه بالاتر یا پایین‌تر بره، سوخت و ساز بدنت تغییر میکنه. دمای اتاق. هیچ کس نمیتونه به اندازه دقیق بگه شما چقدر به کالری نیاز داری، بدنت چقدر میسوزونه. تخمینه. حتی اگه برنامه غذایی مختص خودت بنویسه. تازه برنامه غذایی مختص خودت بنویسه، بدنت به چه چیزهایی داره واکنش نشون میده. تو باید اینها رو بشناسی. یکی میبینی به بادمجون حساسه. ببخشید. یکی میبینی به حلوا شکری حساسه. من اگر صبحانه پنیر بخورم روز گرسنم میشه. خب جدا از همه اینا تو بدن خودتو بهتر میشناسی. پس این که یکی دیگه بهم بگه چیکار کن چیکار نکن، به خاطر اینکه من شناختی از جسم خودم ندارم. من میخوام جسممو تغییر بدم ولی نمیشناسم جسمم چطور کار میکنه. ناراحتم نمیدونم چرا ناراحتم. خوشحالم نمیدونم چرا خوشحالم. درد دارم جایی نمیدونم. این شناخت وقتی نیست خیلی اتفاقات میفته که باید بپذیرم و تحملش کنم. اینم خوشگله. هممون بچه بودیم. یه بچه وقتی دنیا میاد اولا گریه و شیر. هیچی دیگه ای بلد نیست. نه میفهمه مزه چیه، نه اینو میخورم اونو نمیخورم داره، نه میدونه نمیدونم قرمه سبزی خوشمزه تره یا فسنجون، نه ولعی داره نه پرخوری داره. خودتون بچگیاتون یادت نمیاد بچه داشتین، نوه داشتین دور و برتون دیگه. یعنی اگه گرسنش باشه اونقدر گریه میکنه تا ازتون غذا بگیره، سیرم بشه انقدر شیر ته شیشه شیرش بمونه نمیخوره. پسر من عاشق بستنی، عاشق پیتزاه، پدرتو در میاره تا بگیری ازش. میگیری یا بعد اینقدر تهش میمونه بابا نمیخورم. بستنی رو کی میگه من نمیخورم؟ بچه میگه من نمیخورم. خیلی راحت. چند هزار تا کار شما الان بلدید که یه بچه بلد نیست، یه نوزاد بلد نیست. کار عجیب غریب نه، ساده. شما الان داری اینجا تمرکز میکنید به حرفای من گوش میدی، یه بچه نمیزنه، الان داره بازی خودش میکنه. شما با خودکارت مینویسی، بچه نمیتونه. حرف میزنی، بچه نمیتونه. انسان محصول یادگیریه. هر رفتاری داره ازت بروز داده میشه رو یاد گرفتی. هر رفتاری. حالا این رفتار میخواد پرخوری باشه، میخواد صحبت کردن باشه، لهجه‌ای که داری، زبونی که داری، از محیط یاد گرفتی. یه سری به شکل ناخودآگاه ژنتیکی غریزی دریافت شده بود، یه سری رو نه، از محیط یاد گرفتی. وراثت اجتماعی. این صحنه رو تجربه داشتید همتون دیگه. بچه نمیخوره، به زور بخور که ببرمت پارک. بخور، اگه نخوری سفره رو جمع میکنم تا شب خبری نیستا. بخور، نمیدونم به بابات میگم برات اسباب بازی بخره. حالا این قسمت خوبشه، لذت دادنه. یه سمت دیگه هم داره، جبره. پس گردنی میومد. نخوری پارک نمیبرم تا رنج دادن بهش. هممون حتی رو خودمون زیاد اجرا شده. حالا الان رو بچه‌ها اجرا نمی‌کنیم، رو خودمون زیاد اجرا شده. و هیچ چیزی پاک نمیشه اینجا. از زمان 18 هفتگی گوش توی شکم مادر شکل میگیره واسه جنین. شما ذهن ناخودآگاهت توسط حواس پنجگانه تموم اطلاعات رو ضبط میکنه. الان اگه یکی هیپنوتیزمتون کنه میتونه برگرده به تو رحم مادرتون بودید، اونجا یادتون میاد چه خبر بوده، چه چیزایی بوده. هیچ اطلاعاتی از بین نمیره. دوربین مداربسته‌ای که بیرونه داره ضبط میکنه. یه ریکوردر اینجا بذار ضبط میکنه. هر چیزی
که حواس پنجگانت درک میکرد توی ذهن ناخودآگاهت هست. حافظه ای نیست که پاک بشه، وجود داره. یه ترسی اونجا ایجاد میشه، بزرگ شدی، یادت رفت کجا بود، ولی اون داره کار میکنه. شما همین الان تو برنامه، توی گوشیتون یه سری برنامه‌ها داری و اصلا بعد یه سال میای نگاه میکنه این دیگه کار ندارم، حذفش میکنه. هست تو گوشیته ولی هست، داره کار میکنه. صفحه گوشی رو باز میکنین، برنامه رو نمیبندی، عملاً صفحه رو حالت خالیه ولی برنامه‌ها پایین بازه، داره انرژی میگیره. شما تو بچگی بهت گفتم وقتی مترو سوار شدی مراقب جیبت باش، جیبتو میزنن. خب این برنامه اینجا هست، یادت نمیاد تا زمانی که میری سوار مترو میشی، یه دفعه میاد بالا. تمام ترس‌هایی که الان توی زندگی داری بخش اعظمش از همین. نمیتونی بپوشونیش، آشغالا رو نمیتونی بریزی زیر مبل، باید مسئله رو حلش کنی. باید یاد بگیری بشناسی خودتو، بر اساس اون شناخت اقدام کنی. تمام چیزهایی که یه بچه بلد نیست و ما الان بلدیم بر اساس 2 مؤلفه شکل گرفته. من توانایی اینو داشتم برم مکانیک هواپیما بشم ولی نشدم. شما میتونید. چرا؟ چون کارهایی که من یاد گرفتم بر اساس اون 2 مؤلفه بود: نیاز، علاقه. یعنی اگه من الان مکانیک هواپیما نیستم، یا نیازش نبود یا علاقش، ولی کاری که بلدم یا بهش نیاز داشتم یا علاقه من. تمام چیزهایی که یاد گرفتی از اون موقع تا حالا و از الان هم داری یاد میگیری بر این اساسه. خب من میخوام از دست این چاقی خلاص بشم. قاعدش اینه که بیام ببینم چرا چاق شدم، علت‌هاشو شناسایی کنم، علت‌هاشو بردارم. علت‌ها وقتی اصلاح بشه، شما می‌بینی صدا میاد توی سینک آشپزخونه، میری می‌بینی این شیره داره چکه میکنه. حالا شما یه ظرف بذار زیرش، هر دقیقه این ظرف آبشو خالی کن. نه، شیره رو باید درست کنی. تا اون شیره درست نشه این روند ادامه داره. علت‌های چاقی رو وقتی پیدا کنی، اصلاحش می‌کنی، نتیجه تغییر می‌کنه. چاقی 2 جور علت داره. یه سری علت‌های پیداست که 8 تا تو ادامه صحبت می‌کنیم. رفتارهای چاقی، تغذیه است، استرس‌هایی که داریم، هورمون‌های بدنت از تعادل خارج میشه. یه سری علت‌های پنهانه. من خیلی از افراد کیا بچگی لاغر بودن؟ لاغر بودیدا؟ خیلی. این جمله براتون آشناست که ببین از لاغری داره میمیره، یه چیز به این بچه بده، گوشت و پوست و استخوان شد. داره میمیره. چند بار تکرار شد. کی دوست داره بمیره اینجا؟ از مرگم تعریف داشتیم دیگه. خب ترسیده، ناخدا کودک درونه 4 سالش ترسیده، پذیر باور کرده. من بچه‌م یه خورده از ایشون بزرگتر بود، میرفت تو پارک به گربه دست میزد، بازی اصلا نمیفهمی ترس چیه. اون بچه رو بذار جلوی قفس شیر میره بازی میکنه، چه میدونه ترس چیه. ولی کافیه یه بار بترسی، مثلا مادرش از سوسک میترسید، بچه الان از گربه میترسه، از سوسک میترسه. کسی بهش نگفت از این بترسا، دید من میترسم، اون ترسیده یاد گرفته. تا آخر عمرش تا این ترسا رو تغییر ندی هست. دقیقاً مثل همونه. از چا میمیری یا از لاغری ها؟ یکی از علت. یا قوی ترین مردان ایران بیداد یادتونه؟ میشستیم همه، زیاد اون موقع تفریحات آنچنانی نداشتیم، میشستیم معمولا جلوی تلویزیون اینا رو میدیدیم. خب چی نشون میداد؟ یه سری افراد قوی بودن، هیکلی، غذای زیادی میخوردن، بعد میومدن چیکار میکردن؟ وزنه‌های سنگین بلند میکردن، قدرتی. بعد کل خانواده هم وا میستادن نگاه میکردن، مثل بازی فوتبال تشویق میکردن، توجه، سیبل مقابل. خب بچه چی میخواد؟ توجه، قدرت. کی داشت نگاه میکرد؟ همه خانواده دارن توجه، توی ذهن شکل میگیره. پس اون جایگاه لذت بخش. بچه دیگه نمیدونه عضله ساخته، چاق نیست، چربی نیست، که میگه خب چه جوری اونجوری میشم؟ خیلی بخورم. فاکتورهای دیگه هم دیده، افرادی که خیلی میخورم میگه چاق میشه و از این داستانا رو دیده. یا شما بچه‌ت لاغر بود، بچهای توپو رو دوست داشتی، خیلی اینجوری لپ میکشیدین، بازی میکردین باش. بچه داره میبینه، توجه میخواد. الان بچه داره بازی میکنه، بهت میگه مامان بابا منو نگاه کن،
توجه میخواد ازت دیگه. دائما منطق نداره بچه. خب بچه تا سن 7 سالگی ذهن خودآگاهی نداره، تعریفی نداره که بخواد مانع بشه. من الان به شما بگم ماست سیاهه، شما بارها برات اثبات شده ماست سفیده. خب نمیپذیری از من، اون منطقه میاد. آره اون منطقه میاد، ولی بچه منطق نداره که. یه چیزی که بارها براش تکرار میشه میشه باورش، میپذیره زندگی. اونم کی؟ از افرادی که افراد ارزشمندی توی زندگیشن، رابطه احساسی باهاشون. من بچه میاد سر سفره غذا نمیخوره، با طبیعتشه، گشنه‌اش نیست، سیره، الان وقت غذا نیست. نیم ساعت بعد سفره رو جمع می‌کنیم میگه من غذا میخوام. یه بار، دو بار، سه بار مادرش چی میگه؟ سر سفره بیا بخور، میدونه نیم ساعت دیگه غذا میخواد دیگه. تهدید میکنه. اگه نخوری تا شب خبری نیست. حالا شما بزرگ شدی، ساعت 11 خونه صبحانه میخوره، میری خونه مادرت میبینی مادر سفره انداخته، بیا نهار بخور. ناخودآگاه سیریا ولی میری نهار میخوری. چرا؟ چون اونجا نقش بسته، اگه نخوری دیگه نیست. میرفتی مدرسه. دیروز با یکی از بچهای خصوصیم داشتم صحبت میکردم، میگفت آقا من هر وقت میشینم پای درس، پای کتاب میشینم، میخوام درسای دانشگاهو بخونم، گرسنه‌ام میشه ضعف میکنم. بهش گفتم تو بچگی می‌خواستی بری مدرسه، مادر لقمه بهت میداد، گفت بخور ضعف نکنی فاره. داره کار میکنه. میخندید، یعنی خیلی‌ها دارین درک میکنید این موضوع رو، داشتید واسه خودتون. خب من از طبیعت خودم خارج شدم، از شرطی شدم. شاید مثال جالبی نباشه، یه گربه رو تو حیات خونه، سر یه ساعت خاصی برو بهش غذا بده، 2 روز تکرارش کن، گربه میدونه ساعت چنده، دقیقاً همون ساعت اونجا منتظرت. شرطی شد. الان حیوانات رو دارن تربیت میکنن. امروز ویدیو دیدم، خواستم دانلود کنم نشد، بهتم خواستم نشون بدم. سگ رو می‌خواست تربیت کنه، برای اینکه اسمش وقتی صدا میزنه نگاش کن. یه ظرف یه دست تو غذا گرفت تو دستش، دونه دونه صداش میکرد، نمیدونم اسمش چی بود، صداش میکرد، توجه تا بهش نگاه میکرد، با صدا کردن یه دونه بهش میداد. وقتی چند بار این موضوع تکرار شد، به محض اینکه میدونست با صدا کردن اون اسم شرطی شد. همه ما کل زندگیمون شرطی شدگیه. از صبح تا حالا چند تا کار آگاهانه انجام دادید؟ یعنی فکر کردید، تمرکز کردید رو. یعنی از خواب بیدار شدی، اصلا چشتو ببندی خودت میره. تو رو تختت خوابیدی، چشتو باز نکردی، دستت همون جایی که گوشی هست میره رو تخت برمی‌داره. این ورتر اون ورتر نمیشه. عادته. شرطی شدیم. خب یکی از عواملی که باعث چاقی میشه، علت‌های چاقی، تغذیه است. عامل خیلی مهمی هم هست. یک، چه غذایی دارم میخورم؟ خیلی مهمه، به بدنم دارم چه نوع غذایی میدم. مفصل آقای صالحی صحبت می‌کنه راجع به این قضیه. خیلی مهمه من چه غذایی میخورم. روی همه اینها تاثیر میذاره. نوع غذایی که میخوری روی استرسات تاثیر میذاره. نوع غذایی که میخوری روی هورمون‌ها تاثیر میذاره. روی ژنتیک تاثیر میذاره. رو خواب تاثیر میذاره. رو خوردن آب تاثیر میذاره. تحرک و حتی بحث عزت نفس هم تاثیر میذاره. یه چرخ هست. شما یه گیربکس ماشین می‌بینید 10 تا چرخ دنده داره. نمی‌تونی بگی این یکی نباشه ماشین بذار راه بره. باید همه کنار هم باشن. تغذیه ایراد داشته باشه، همه چی. نوع غذا خوردن. حالا شمایی که هر روز حداقل 3 وعده داری غذا میخوری، درسته کار اینه که یکی بیاد بهت بگه اینو بخور اونو بخور، یا یکی بیاد اصول تغذیه رو بهت یاد بده که دیگه خودت بشی مربی خودت. خودت با همون چیزایی که داری یه غذای اصولی واسه خودت درست کنی طبق بدن خودت بدون محدودیت. خب یکی نوع تغذیه است، یکی رفتارهای غذایی. آقا من سالم ترین غذا رو میخورم، نیم ساعت قبل خوابم میخورم، اصلا نمیدونم در چه زمانی باید بخورم. سالم ترین غذا رو میخورم، با یه غذای دیگه میخورم مثل ویتامین C و کلسیم، تداخل ایجاد میکنه، جذب نمیشه. آهن و کلسیم جذب نمیشه. بهترین غذا رو میخورم، در همخوری دارم، یه اتفاقاتی اون تو میفته که همه رو داغون میکنه، برعکس میشه نتیجهش. بهترین غذا رو میخورم، سالم ترین غذا رو میخورم، پرخوری دارم، اثرش از بین میره. پس فقط صرفا من بچسبم به این که تغذیه سلامت، رفتارها رو باید درست کنم.
رفتارها هم باید برمیگرده به عادت‌هامون و شرطی شدگی‌های ذهن. پس چیزی نیست که یکی رو درست کنی یکی رو نه. کی بخورم، چطور بخورم، چقدر بخورم، تند غذا بخورم. شما وقتی تند غذا میخوری اولا سیگنال سیری بعد 20 دقیقه حدوداً، یعنی شما غذا رو نوش جان می‌کنی، اینجوری نیست که الان شما بنزین هم میزنی همینه دیگه، اولا نگاه نمی‌کنی آقا آمپر بنزین ماشینت که چقدر پر شده، یعنی اولا میدونی این حدودش بنزین می‌خوری یا اون قطع شد بهت میگه. شما این نیست که وقتی غذا می‌خوری یه ماشین حساب باشه کالری‌ها رو بشماره بگه خب بس دیگه نخور، نه، غذا رو که خوردی به شکل اتوماتیک غذا میره پایین میره تو معده، عمل هضم اتفاق میفته، یه ذرهش وقتی رسید توی روده اونجا سیگنال میرسه بسه نخور. این پروسه حدود 20 دقیقه زمان میبره. انصافا چند دقیقه‌ای غذا میخورید؟ چند دقیقه میانگین طول میکشه وعده هاتون؟ من 3 دقیقه هم داشتم بچه. خب پس اصلا تو سیری رو درک نمی‌کنی، چون تازه بعد 20 دقیقه سیگنال ارسال میشه. این میرسه اینجا دیگه جا نداره، میگه پر شده، یعنی اگه دلت میخواد بخوری دیگه جا نداره. بعد معده پر شده، اون باید حذف بشه غذا، اون تو هیچ فضایی نداره گازهاش بیاد حذف شه، نفع می‌کنه، درد دل میگیری، بعد معده گشاد میشه، هر بار بزرگتر میشه، بعد آخرش هم یه برچسب به خودت میزنی، میگی من نمیتونم لاغر بشم. استرس، چند درصد استرس دارید در طول روز؟ کیا بالای 50% استرس دارن در طول روز؟ در حال استرس دیگه، هر چی که هست. پذیرفتی استرس باید داشته باشی. گفتی شغلیه، میگم پس میشه جوری باش که استرس نداشت. خب وقتی استرس میاد سراغت، قدیمی میگفتن خونتو کثیف نکن، هورمون کورتیزول میاد توی خونت اسیدی میشه. وقتی کورتیزول میاد گلوکوز میره بالا، قند خونت میره بالا، قند خون میره بالا، انسولین میاد، یه دفعه میاره پایین، گرسنت میشه، کسل میشی، بیحال میشی. از بچگی هم یه شرطی شدگی داشتی. بچه‌هاتون روز اول دنیا اومدن گریه میکردن، چیکار میکردی؟ همین الان داره گریه میکنه، همین کار داری میکنی، داریش غذا میدی. شاید اصلا نیازش غذا نباشه. اولین کار غذا معمولا دیگه. خب بچه شرطی میشه، هر وقت تو حالت احساسی بدی هستم با غذا باید آروم شم. چند بار تکرار میشه این موضوع. بزرگ شدی ناراحت میشی با غذا آروم میشی. بعد به همون میگن آقا یه چیزی به ما بده، ما وقتی ناراحت شدیم پرخوری نکنیم. نمیاد معادله رو درست کنه، اصلا من چرا ناراحت میشم؟ میخواد ناراحت بشه، بعد ناراحت شدن یه راهکار داشته باشه. نه، تو باید یه کار کنی اصلا ناراحت نشی. میشه 100%. اصولش رو باید یاد بگیری، ذهن تو بشناسی، تعریفا رو عوض کنی. یکی ناراحت میشه مشروب میخوره، سیگار میکشه، پیاده روی میکنه، آب میخوره. تعریف داره. هر جوری که یاد گرفته زندگی میکنه. وقتی استرس میگیری ناخودآگاه ذهنت فعال میشه و ذهن هوشیارت خاموش میشه. واکنشگرا میشی. وقتی استرس میگیری سیستم ستیز و گریز فعال میشه. الان بهتون بگم نمیدونم از یه دیوار انقدری میتونی بری بالا، خیلی‌ها میگین نه. اما از روزی که سگ دنبالتون کنه. چرا؟ چون وقتی استرس میاد سراغت تمام انرژی بدن، سیستم ایمنی خاموش. سیستم ایمنی بدنت خاموش میشه. هورمون‌های رشد متوقف. تمام خونی که توی بدن هست میره تو دست و پا. ضربان قلب بالا، تنفس بالا. ستیز و گریز، یا باید فرار کنی یا به جنگی. به چی نیاز داری؟ گردش خون بالا، قدرت دست، قدرت پا. انرژی چندین برابر میشه. آقا وحید ما در شرایطی که شما دارید میگین، خب
کلا خیلی قشنگه. تو جامعه‌ای داریم زندگی می‌کنیم که کلا ما ایرانی‌ها در استرس مطلقیم. مثلا کار کسی خوب نیست نمیشه خیلی هم میشه تغییرش داد یا نه؟ خیلی سخته. میشه، فقط میشه تغییرش داد یا نه؟ همین. شرایطی هستید که کلا همیشه تو استرسید. تو خیابون میریم حالا کسی خوب نیست. اخبار و گرونی بسیار. خیلی اون داستان خب الان اگه بخوایم راجع به استرس اینجا صحبت کنیم 2 ساعت 3 ساعت داد بشین. منم از این همینجا، منم آدم استرسی بودم، منم آدم جدا از چی نبودم که، ولی من تونستم راحتش کنم. مثل همون داستان کنکور میمونه، تکنیکاشو باید یاد بگیری. خب بپذیر که من بلد نیستم. خیلی من بلد، حالا میشود تغییرش داد 100%. باید یاد بگیرم. وقتی یاد بگیری خیلی چیزا تغییر. یه روزم تغییر نمیکنه. شما این چیزایی که الان شرطی شده یه روزه اتفاق نیفتاده. یه بار اتفاق داده، هزاران بار تکرار شده. یعنی الان شما بخوای راجع به استرس اینجا واسم صحبت کنی، هزاران منطق میاری که همه میپذیرن. چرا؟ چون تجربت زندگی کردی. ولی به مرور زمان با یه سری تمرین‌ها و تکنیک‌ها به راحتی این استرس از زندگیت میره بیرون. بخوایم صحبت کنیم اصلا بحث میره سمت دیگه. خب آقا وحید دارابکلایی خدا بیامرز که پارسال فوت کردن تعریف میکرد، میگفت بچه بودم تو انباری خونهشون یه گربه داشت، این گربه رو خیلی دوست داشت. یک کیسه شالی 70 80 کیلویی 100 کیلویی بود تو انبار، میگفت من داشتم میومدم دیدم این کیسه میفته رو گربه. من بچه بودم، 4 سال 5 سالم، نفهمیدم چی شد، دویدم این کیسه رو بلند کردم، گربه رو از زیر در آوردم. پدر مادرم فقط داشتن مات شدن نگام میکردن چه جوری تو بچه تونست این کیسه رو بلند کنی. سیستم ستیز و گریز. اون زمان وقتی استرس میگیری تمام انرژی میاد توی دست و پات. حالا اون اجداد ما قرنهای پیش توی غار زندگی میکردن، استرساشون چی بود؟ گرگ بهشون حمله نکنه. درسته؟ چند بار می‌خواست این اتفاق بیفته براشون مگه؟ و وقتی این اتفاق میافتاد اون انرژی رو تخلیه میکردن، در اون بدن باقی نمیموند. ولی الان استرس همون ترسای ذهنیه که شاید 10 به 1 هم برات اتفاق نیفته. انرژی میاد میخوره به بن‌بست، بکوب به دیوار، چی میشه؟ از درون متلاشی میشی، تخلیه نمیشی. این همه ترس ذهنیه. با اما و اگرها استرس داریم. به تهش رو اگه فکر کنی بشینی یک مدت استرس ها ترسایی که داری رو بنویسی، تهش میبینی نه خبری نیست، استرسی نبوده واقعا. به خاطر تعریفایی که داشتیم میترسیدیم. ژنتیک، ما وقتی میخواستیم دنیا بیاییم یه سلول از مادر یه سلول از پدر ادغام شدن، بعد 280 روز جنین شکل گرفت و ما شدیم اینی که الان هست. یه سری اطلاعات از مادر یه سری اطلاعات از پدر به سمت ما اومد، بهش میگیم ژنتیک. اگه کسی ژن چاقی داشته باشه و اون رو اینجا فعال کنه و بپذیره، براشون ژنتیک عمل میکنه. تا سال 1951 مفهومی به نام جبر ژنتیکی وجود داشت. میگفتن ما ژن‌ها رو انتخاب نمی‌کنیم، ژن‌ها قابل تغییر نیستن، ژن‌ها از پدر و مادر خصوصیات ویژگی‌ها به سمت ما میاد و ما پذیراییم اگر بیماری تو این ژن باشه به ما انتقال پیدا میکنه و ما مجبوریم، جبر ژنتیکی داریم، نمیتونیم تغییرش بدیم. که از سال 1951 آقای بروس لیپتون اومده با آزمایشاتی که انجام داده این موضوع رو از بین برده. علمی به نام اپی ژنتیک، فراتر از ژنتیک، به وجود اومده که تو اینترنت میتونید سرچ کنید، راجبش گوش بدید. اگه این جلسه هم بخوایم راجعش صحبت کنیم کلی داستان داره واسه خودش. ما توانایی تغییر ژنتیک رو داریم، فقط با تغییر نگرش‌هامون. فقط با تغییر نگرش‌هامون. سیگنال هایی که داریم به تک تک سلول هامون میدیم با طرز فکری که داریم. من چاقی ژنتیکی دارم اما قابلیت تغییر دادن رو دارم. چطور؟ با کدنویسی جدید ژنتیک ژنم. شما هر 11 ماه یه بدن جدید دارید، یه بدن 0 کیلومتر دارید. 50 تا 70 تریلیون سلول بدن داره که از این 50 تا 70 تریلیون 50 تا 70 بیلیون سلول در طول روز میمیره و سلول جدید به وجود میاد. هر 11 ماه یه بدن 0 کیلومتر، اما رنج‌ها، دردها، بیماری‌ها همچنان با ما هست.
چرا؟ چون سلول‌های جدید کپی میشن از رو همون ژن قدیمی. افرادی که بیماری سرطان داشتن بهشون میگن روحیه خوبی داشته باشید و خیلی‌ها که روحیه خوبی دارن درمان میشن. چرا؟ چون تغییر نگرش ژنتیک رو تغییر میده. اپیژنتیک سرچ کنید تو اینترنت، اطلاعات زیادی بهتون میده. خب ژنتیک اگه به سمت چاقی بره و حلش نکنی دوباره همه اینا رو به هم میریزه. یعنی استرس تغذیه تو به هم میریزه، استرس خوابتو به هم میریزه، هورمون تو به هم میریزه، همه به هم وابسته. بدنمون داره توسط هورمون ها مدیریت میشه. محیط کشت، ما غدد هورمونی داریم توی بدن. این غدد هورمونی از طریق مغز دستور میگیرن که هر غده چه هورمونی رو ترشح کنه. یه رسیپی بهش داده میشه توسط ذهن. مغز مثل یک آزمایشگاه میمونه که هورمون ها رو ترشح میده. مجموعش میشه محیط کشت که باعث تغییر حرکت بین سلول ها میشه. این حرکت های کوچیک حرکت های بزرگ میسازه. من اگر نگرش هامو تغییر ندم نسبت به بیماری، نسبت به سلامتی، نسبت به اطرافم، هورمون هایی که تو بدنم میاد متفاوت میشه. مثال، کیا از سگ میترسن؟ کیا از سگ نمیترسن؟ سگ حیوان ترسناکی هست یا نه؟ من از سگ میترسم. قبلا مثل سگ میترسیدم، الان نه. الان خوب شده. من تو خیابون دارم میرم، بعد میبینم یه سگ داره از 200 متری سمت من میاد و منم از سگ میترسم. واکنشم چی میتونه باشه به نظرت؟ یا بسته به ترسم، یا مسیرم عوض میکنم، یا کلا از اون ور میرم، یا میچسبم به یکی دیگه از کنارش رد شم. استرس میگیرم یا نه؟ هورمونی که ترشح میشه هورمون استرسه. درست؟ حالا من سگو دوست دارم. وقتی از اونجا دارم رد میشم میبینم سگ داره از روبرو میاد. نه تنها تغییر مسیر میرم سمتش، حتی لمسش میکنم. هورمون عشق. اتفاق همونه. نگاه من نسبت به اون متفاوت بوده. نگاه متفاوت رفتار متفاوت رو برام آورده. پس شما نسبت به یک موضوع خاص میتونی با نگرشی که داری نوع هورمونی که داره تو بدن ترشح میکنه تغییر بدی و حتی رفتار و انتخابت هم متفاوت بشه. شده برات یه موضوعی برات اتفاق افتاده که حالتو بد کرده، استرس گرفتی، بهش فکر میکردی، هورمون استرس. بعد دوستت میاد میگه بابا اتفاقا اگه اینجوری بهش نگاه کنی خیلی برات خوبم شده، این حسنا رو برات داشته. بعد یه دفعه حالت تغییر میکنه. چی گفته خدا؟ گفته تو اشرف مخلوقاتی، فقط از من بخواه، فقط به من تکیه کن. بعد تو رو وابسته به موضوع عوامل بیرونی کرده. به نظر شما این معادله درست در میاد؟ شما در حالت کلی از هر چیزی که برات وابستگی ایجاد کنه باید دور بشی دیگه. قبول؟ پس شما اگر واکنشگرا باشی، اگر بر اساس ناخودآگاهت و تعریفات بخوای وارد عمل بشی، پس به تک تک اتفاقات بیرون باید واکنش نشون بدی. ولی شما خالقی. شما میتونی به هر موضوعی به شکلی نگاه کنی که بهت حال خوب بده. مثال‌های زیادی داریم. ادب از که آموختی؟ طرف داشت به بی‌ادب نگاه میکرد، ادب یاد میگرفت. پیامبر داشت رد میشد، سگ مرده بود، شغال مرده بود، اصحاب گفتن آره ببین بو میده، کرم داره و پیامبر چی گفت؟ پس تو بدترین حالت هم میشه جوری نگاه کرد که حال خوب بهت بده. چرا من نمیتونم نگاه کنم؟ چون من توی این خانواده برنامه‌ریزی شدم که همه دارن اونجوری نگاه میکنن و من اگه متفاوت نگاه کنم اصلا طرد میشم. شما با افراد خانوادت هم عقیده نباش، اصلا میبینی جدا میشی. یک ظرف آب بذار رو آتیش، زیرش رو روشن کن تا آب تو ظرفه. وقتی جوش میشه بخار میشه شما نمیتونی تو ظرف نگهش داری. فرکانسش عوض میشه، ارتعاشش عوض میشه. اگه بخوای نگهش داری اون ظرفو میترکونه. خب 1/3 از عمر تو باید بخوابی. چرا؟ مگه زندگی کردن ارزش چقدر میخوای زندگی کنی 1/3 بخوابی؟ چرا خدا 1/3 از عمر تو برای خواب گذاشته؟ یعنی خودش نمیدونسته؟ باید 7 تا 9 ساعت بخوابی، بایده بدنت ریکاوری بشه.
اطلاعات بره توی حافظه بلند مدت سیو بشه. بعد میگی من حافظم ضعیف شده. چی به خودت دادی اینقدر انتظار داری از خودت؟ وقتی نمیخوابی روزش بی‌حوصله‌ای. بی‌حوصلگی روزو با چی میگیری جبران میکنی؟ با خوردن. با ریزه خواری، با خوردن چیزای شیرین. بعد میری قهوه میخوری. 1 شات، 2 شات، 3 شات. اون قهوه تا 12 ساعت اثرش باقی میمونه. شب خوابت نمیبره. وارد یه چرخه معیوب میشی. همین سادگی. فکر کن دیگه چرا گفته آقا باید بخوابی؟ حتما داستانی بود میگفت تبراتی تیز کن. 2 نفر داشتن درخت میزدن، درخت قطع میکردن. یکی خب ولع زیادی داشت، وا نمیستاد، پشت سر هم درخت قطع میکرد. یکی هر 1 ساعت وا میستاد تبرشو تیز میکرد. بعد آخر کار این یکی مسخره میکرد، ببین وقت نداره داره تبر تیز میکنه. آخر کار میدی آقا این که درختی این که پشت سرم داشت میزد کمتر از اون درخت قطع کرد. داستان چیه؟ میخوام من هر 1 ساعت وقتی تبر رو تیز میکردم دیگه انرژی کمتری میذاشتم، زودتر اون درخت میافتاد، میرفتم سراغ درخت بعدی. این خواب همون تیز کردن تبره. وقتی خواب خوبی نداری تغذیه‌ات به هم میخوره. تو بگو من استاد تغذیه‌ام، بهترین رژیما رو دارم، به هم میخوره. وقتی خواب خوبی نداری استرس میاد سراغت. وقتی خواب خوبی نداری حتی تو ژنتیکت اثر میذاره، هورمون‌هات به هم میریزه و تموم اینا. به خیلی‌ها میگی چرا آب نمیخوری؟ میگه تشنم نمیشه. شما صبر میکنی ماشین جوش بیاره بعد بهش آب بدی؟ تشنگی خطره. شما برای کالری بدن ذخیره داره. منبع ذخیره آب که نداری، داری؟ اکسیژن هم نیست. نفس نمیکشم بس تا هر وقت نیاز بشه. مثل اونه. اصلا شما نباید تشنت بشه که آب بخوری. وقتی تشنت میشه اون آمپره اومده رو خط قرمز. چه اتفاق میفته وقتی آب نمیخوری؟ سموم نباید از بدنت بره بیرون؟ سوخت و ساز نباید اتفاق بیفته؟ 60 تا 75% بدنت از آب دیگه. تا هر چی سنت میره بالاتر درصد آب هم میره بالاتر، میاد پایین‌تر. باید آب بخوری. وقتی آب میخوری خونت غلظتش میزانه، گردش خون بهتر اتفاق میفته، سمزدایی از بدن بهتر اتفاق میفته. حالا یک بحث این که آب بخورمه، 2 بحثی که چجوری آب بخورمه. خب 8 لیوان آب باید بخوری. تا دیروز 4 تا لیوان آب میخوردی، از امروز شروع میکنی به 8 لیوان آب خوردن. عذر میخوام یه سره بیرونی. نمیشه بعدن عادت. الان تو تابستون تو این هوای گرما بارون بیاد سیل را میفته یا نه؟ مگه زمین تشنه نیست چه سیل میاد؟ خب بدنت عادت نداره به خوردن، یه مدت آب نخوردی، باید تکاملی، یعنی قوانین رو باید بدونی، بر اساس قوانین بری جلو. شما میتونی از ارتفاع 3 متری بپری پایین؟ تواناییشو داری؟ آره، پتانسیلش در وجودت هست، به شرطی که 1 سال بری ورزش کنی، عضلات بدنتو بسازی میپری. ولی نه همین الان میخوام بپرم. نه آقا این کشش نداره، الان این ظرفیت نداره. نه یه روش بهم بگو من 20 کیلو وزن کم کنم. روش وجود داره، بدنت این گنجایشو نداره، این ظرفیتو نداره. تو با همون سرعتی که چاق شدی باید وزنت کم بشه. وگرنه داری عضله میسوزونی، وگرنه داره آب بدنت تخلیه میشه. تحرک. 1 جرعه یواش باشه. وقتی میخوری یه دفعه میره، جذب نمیشه، مثل اسفنجی که میخواد آبو جذب کنه. 2 تکاملی. اگه الان داری 4 تا لیوان میخوری، از فردا تا یه هفته بکنش 5 تا لیوان. بذار بدن عادت کنه. کم کم هفته بعد بکن 6 تا لیوان. هفته بعد 7 تا لیوان. ذره ذره. یه زمانهای نشسته آب بخور. صبح آفاته رو یه دفعه بخور. بذار بشوره. سمزدایی کنه بدنو بره. راجع به همه اینها باید جلسه صحبت کرد. جلسه داریم. تحرک. آقا من حال ندارم. ما یه مثلث داریم به نام مثلث چاقی.
یه خورده جلوتر راجع به این که لذت و رنج چاقی صحبت میکنیم. من چاق میشم به 2 علت. یا توی ذهن من چاقی لذته، بر چه اساس؟ قوی‌ترین مردان ایران بود، من میخواستم چاق بشم و اون جایگاه برام لذت بخشه. هدف سیبل مقابل، من چاقی رو میخوام، حالا باید واسه چاقی چیکار کنم؟ بخور، تحرکت پایین باشه و برنامه‌ریزی شده. شما یه تاکسی گرفتی، تو مسیر میخوای بری، به تاکسی مقصد دادی و داره میره. بعد میرسی به تو مسیر به زنگ میزنن آقا مقصد عوض شد، بیا فلان جا. تا زمانی که تو به راننده اعلام نکنی مسیر عوض شده، اون راه خودش میره. نمیتونی بگی چرا مسیر عوض نشده. پس شما باید تعریف و تغییر بدی تا نتیجه تغییر کنه. شما عادت کردی، مرسی، شما عادت کردی به این که لذت چاقی اینجاست، هدفم چاقی دیگه. هر چی تلاش میکنی خلاف جهت شنا کردنه، جهت رودخونه این بره به سمت چاقی. یا برعکس، رنج شده لاغری، داری میمیری یا رنج شده، بکشی هم سمت لاغری نمیره. یعنی شما الان از سگ میترسی، من هر چی اینجا از تعریف کنم سگ خیلی حیوان خوب اینجا میپذیره، پایین یه سگ پارس کرد در میری. اون چیزی که اونجا هست قدمت داره پذیرفته شده. پس من چاق شدم به علت اینکه یا اینجا رنج چاقی هست یا لذت رنج لاغری هست یا لذت چاقی. خب یه مثلث ساخته میشه. من هدفم مشخص شده، باید چاقی بشه، برسم به چاقی. خب برای اینکه برسم به چاقی باید بیشتر بخورم. آقا من دلم میخواد نخورم و ارادهشو دارم، میشینم مثلا یه دفعه میرم خوردم، نمیدونم چرا، دست خودم نیست، چون برنامه است. 2، اگه زیاد بخوری تحرکت بره بالا، چه اتفاقی میفته؟ هر چی خوردی میسوزه دیگه، به اون هدف نمیرسی. تا میخوری بیهوش میشی، میفتی پایین کنار سفره. بعد میگی من تحرک ندارم. حالا بیا برنامه رو تغییر بده، ناخودآگاه انرژیت زیاد میشه، دلت میخواد بری تفریح کنی، بگردی. تا حالا براتون پیش اومده خسته بودی یا از سر کار اومدی خونه، یا همین شام بخوری بخوابی، یکی بهت زنگ میزنه خانم فلانی بانک برنده شدی، اصلا خستگی از دست میره، بلند میشی و شروع میکنی بزن و رقص. مگه تو آدم خسته نبودی؟ نه، اون لذت نبود، یه لذت که اومد سمتت بلندت کرد. همین کار افراد با مواد میکنن، با مشروب. یعنی تو میتونی طبیعی اینو به ذهنت بدی با نگرشی که داری. خب من غذام زیاد میشه، تحرکم میاد پایین، اتفاق سوم متابولیسمم میاد پایین، قلب کمتر کار کن، تنفس بیاد کمتر، سوخت و ساز میاد پایین. حالا برعکس میشه، من میام ساختم توی ذهنم آقا تناسب اندام لذته، چاقی رنجه. وقتی این تغییر کرد معادله برعکس میشه، همه ابر و باد و ماه و خورشید دست به دست هم میدن تا من لاغر بشم. 500 کالری بعد 1000 کالری مثلا بخورم، 500 کالری دریافت میکنم، سیر میشم، میگه بس تو دیگه نخور، من از چربی میگیرم، چون میخواد سریعتر لاغر شه. میخوری انرژی داری اصلا واسه حرکت کردن، صبح زود بیدار میشی و میخواد تحرکت رو بر بالا بسازی، متابولیسم میچسبه به سخت، به راحتی لاغر میشی. بعد بتونی اینو تغییر بدی، برنامه رو تغییر بدی. و بحث عزت نفس، شما اگه یه ماشین بی ام و 5 میلیاردی داشته باشی، کجا روغن عوض میکنی؟ اینجایی که نمیشه سایی باشه موسیقی. حتی امکان داره به تهران عوض کنی. میری تعویض روغن سر کوچه عوض کنی؟ چرا؟ هر بنزینی میزنی؟ چرا؟ 5 میلیارد خراب میشه. جسمت 5 میلیارد میارزه برات؟ این که خودمو بغل کنم، دوست دارم که اون دوست داشتن نیست، رفتارت داره نشون میده. یه خود به رفتارت فکر کن، میارزه، ارزش داره جسمت که هر چیزی رو به جسمت ندی؟ دیدی افرادی که یه خورده سطح سرمایه‌شون بالاتره، هر رستورانی غذا نمیخوره. آقا میدونه این اکبر جوجه رو من اینجا بخورم مثلا با 50 تومنه، ولی میرم فلان رستوران برم مثلا هتل سالار دره باید 200 ساواتش پول بدم، ولی میره اونجا میخوره. چرا؟ چون واسه خودش ارزش قائل میشه. ناخودآگاه اصلا نمیتونه اونجا بشینه غذا بخوره. کی این اتفاق میفته؟ زمانی که تو
خودت رو ارزشمند بدونی. شعار دادن نیست بگم من با رفتارهام نشون میدم ارزشمند هستم یا نه. ارزش امامزاده رو کی متولیش؟ اگه موضوعاتی داره توی زندگی اعصابتو خورد میکنه، یه لحظه به جای اینکه دست اشاره رو سمت دیگران بگیری، بگی سمت خودت، بگو چه چیزی در من ضعیفه، چه نقطه ضعفی دارم که اون موضوع باید منو ناراحت کنه. اینجوری خیلی راحت تر میتونی پیدا کنی مسئله رو حلش کنی. یکی هر روز داره میره رو مخم، وقتی میدونه من حالا خواسته یا ناخواسته میدونه من این قسمت آسیب پذیرم داره، آسیب بردار به جای اینکه بخوای یه نفر دیگه رو تغییر بدی. در درون خودته. تو خودت میتونی تغییر بدی ولی کسی دیگر نه. حتی فرزندت هم توانایی تغییر دادنشو نداری. خود عکسش بد افتاده. چراغ چک ماشین وقتی روشن میشه بهت داره یه پیام میده دیگه. یه جا داره بد کار میکنه. اگه نری درستش نکنی هی این بیشتر میشه. چاقی شما همین چراغ چکه. وقتی سردرد میگیری اون چراغ چکه. علامته، یعنی بدن از حالت طبیعی داره خارج میشه. جدیش نمیگی من لاغر بشم که زیباتر بشم. نه آقا، اصلا از بحث سلامتی اینجا داره از بین میره. وقتی درستش نمی‌کنی میره کبد چرب، میره دیابت. سرطان از کجا میاد؟ یه دفعه نه من سرطان گرفتم، نه، ذره 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 اومد، هی پیام اومد توجه نکردی، هی اومد توجه نکردی، شده. پس وقتی چاقی داره میاد من باید به این موضوع توجه کنم. خونت اسیدی میشه. وقتی چاق میشی خونت اسیدی میشه. وقتی خون اصلی ترین موضوعی که میتونه خون رو اسیدی کنه، اصلی ترین عاملش دوتا، یک تغذیه، دو استرس. خون اسیدی میشه. وقتی خون اسیدی میشه، شما اگر خونتون همیشه تو حالت قلیایی باشه هیچ وقت بیمار نمیشی. هیچ میکروب، هیچ ویروسی نمیتونه رو بدن اثر بذاره. اگر خونت همیشه تو حالت قلیایی باشه. وقتی خونت اسیدی میشه جایگاه رشد بیماری ها میشه. تغذیه و استرس در حالت کلی این دوتا کار رو انجام میدن. تا یه جایی قدیم‌ترها، الان که همه چی فسفودی شده بماند، قدیم‌ترها بدن خودش تغذیه رو، یعنی اون بخشی که توسط تغذیه اسیدی میشد و بدن پوشش میداد. استرس ها هم کمتر بود. یه بار مضاعف استرس هم اضافه شده. دیگه فشار زیاد شده. نمیتونه. گفتیم وقتی استرس میگیری سیستم ایمنی تعطیل، خاموش، چون انرژی میگیره. وقتی استرس میگیری بدن اسیدی میشه، سلول ها آسیب پذیر میشن، مرگ سلولی میخواد اتفاق بیفته، بدن هوشمندانه میاد چربی حفاظ درست میکنه دور سلول ها که نمیری، سلول ها نمیرن. بعد تو چاقی رو میبینی شکمم چرا بزرگ شده. چیکار میکنی؟ میری قرص میخوری چربی ها رو از بین ببری. چربیایی که اومده سلول ها نمیرن. فهمید چی شد؟ چربی اومده هوشمندانه تو رو نجات بده. تو داری چربی ها رو از بین میبری. بعد بیماری های دیگه میاد. مثل همون ماشینی میمونه که چراغ چکش روشن شده من بهش دقت نکردم. میدونستی تا حالا چرا نتونستی متناسب بشی؟ چرا تا حالا روش ها و رژیم ها جواب نداد؟ تمام این 8 موردی که راجع بهش صحبت کردیم و یک سری رفتارها بسته به سن چاقیت، سنی که اضافه وزن داشتی توی بدنت وجود داشته. هم یه دفعه به وجود نیامده. یعنی شما الان از بچه‌ای که هیچی بلد نبوده تا الان که 1,000,000 کار 500,000 تا کار بلدی انجام بدی، همه رو یه دفعه یاد نگرفتی. یه فلش نبود که بهت وصل کنن یاد بگیری. ذره ذره توی یه سنی حرف زدن یا راه رفتن توی یه سنی و الان همه رو یاد گرفت. چاقی هم همینطور بوده. یه دفعه اضافه وزن سراغت نیومده، یه دفعه پرخور نشدی، یه دفعه تحرکت پایین نمیاد، یه دفعه هورمونات به هم نریخته. توی هر برهه زمانی یه اتفاق افتاده و ذره ذره زیاد شده و خب همه شده نتیجه یادگیری. نه همه رو بلدی، پتانسیل همه شو داری، یه دفعه میخوای همه رو تغییر بدی. با یه دست چند تا هندونه میخوای بگیری؟
چه فشاری میاد سخته، نمیشه. حالا باز از طرف مقاومت ایجاد میشه، جا میزنه. بعد تازه همه اینها رو چون اطلاع نداری چسبیدی فقط به تغذیه و تحرک، یعنی اجباری میخوای با تغذیه و تحرک حلش کنی. علت سر جاشه، داری نتیجه رو دست میزنی، جواب نمیگیری تا زمانی که اصولی حرکت کنی. خب چرا من چاق شدم و گفتیم. خب من فهمیدم عادت ریزخواری باید از بین بره، آب باید بخورم، نمیدونم استرس هم باید کاهش پیدا کنه. چه جوری؟ من خب میدونم زیاد دارم میخورم، چه جوری نباید بخورم؟ چه جوری باید کار کنم؟ 2 روز آب میخورم، روز سوم یادم میرسم باید آب بخورم. میخوام بخوابم، آقا 2 ساعت زودترم میرم تو رخت خواب، یه سر دور خودم میچرخم خوابم میبره. چه جوریش خیلی مهمه، من چی کار کنم. اونها هم باز سری تکنیکا داره. دونستن قوانین ذهن. یه سری قوانین داره که اگر بدونی و درست اجراش کنی این مسیر برات آسون میشه. قانون اول، ما یک ذهن لذت جو داریم. یا الان شما اینجا اومدید انتخاب کردید که اینجا باشید، هر کاری رو از صبح تا شب انجام میدی انتخاب میکنی انجام بدم یا ندم. حتی از تختت میای بیرون انتخاب میکنی اول چه کاری انجام بدی. حالا یا عادتی داری انتخاب میکنی یا هوشیارانه. انتخابات بر چه اساسه؟ یا رنج یا لذت. اون انتخابت یا قراره یه رنجی رو ازت دور کنه یا یه لذتی به سمتت بیاره. چرا اومدی امروز اینجا؟ انتخابت این بود. یا قرار بود از دست چاقی خسته شدی این رنج از خودت دور کنی، یا لذت تناسب اندامو به ذهنت دادی واسه لذتش بیاری. تمام انتخابات همینه در طول روز. یا تو رو به سمت یک رنج میبره، از این رنج دور میکنه، یا به سمت یک لذت میبره. ما یک ذهن لذت جو داریم، فقط لذت میخواد. بچت لذت میخواد، قبول داری؟ بچه است 4 سالشه، دلش لذت میخواد، اصلا براش مهم نیست، لذت میخواد. و یه مسئله دیگه، همین الان میخواد، وعده بهش بدی 6 ماه دیگه نمیخواد، الا که زبونشو بلد بشی. تو اومدی حرفامو شنیدی، آره من نباید پرخوری که آماده میری تو یک مهمونی کباب چشمک میزنه، نمیشه. بین 2 تا لذت بزرگتر و دم دست نقده اینجاست. بین 2 تا رنج کمتر. کی دوست داره صبح ساعت 6 بیدار شه بره سر کار بره اداره؟ چرا بلند میشه؟ هم بلند شدن رنجه، هم اون اجاره خونه‌ای که آخر ماه میخوای بدی. بین این 2 تا یکی رنجش کمتره. اون رنج کمتر صبح باید بیدار شم برم. پس همیشه بین 2 تا رنج کمتر، بین 2 تا لذت بزرگتر رو انتخاب میکنی. نه آقا چاقی برای من لذت نیست، کی گفته من از دست چاقی خسته شدم؟ نه، اینجا چی میگه؟ از کجا باید بفهمم چی رنجی چی لذت؟ رفتارهایی که داری. وقتی میخوای ورزش کنی میدونی ورزش درسته و نمیتونی، یعنی اینجا یه دوره بمباران شده. مثل این میمونه تو الان دلت میخواد مثلا لنگرو سوار شی، بعد بچه بودی همه پدر مادرت یه دوروبری میگفتن از دزدی به اینجا رسیدا. اینجا بمباران شده، این جایگاه میترسه. اون الان پذیرفته شده تره، تا اون تغییر نکنه داره برات کار میکنه. من تا اون تغییر ندم اون داره. از کجا باید بفهمم چی چجوره؟ به رفتارهای زندگیت. هر رفتاری داری میتونی قشنگ بسنجی. پس ذهن لذت میخواد، همین الان میخواد. درس بخون، میری دانشگاه، بابا الان من باید برم بازی کنم. بازی دم دسته. چطور بتونی تعریف کنی؟ به بچه شده مثلا بری جلوی مغازه بگی اینو میخوام، حالا باشه فردا برات میخرم، دست و پا میزنه، لج میکنه. الا که خیلی هنرمند باشی، زبونشو بلد باشی، یه وعده خیلی بزرگتر بهش بدی، بپذیره ازت.
مقاومت میکنه. همتون این داستان رو براتون تکرار شده. رژیم میگیری، برای هر کس متفاوته، ولی معمولا بین یه هفته تا 10 روز تا 2 هفته اوله. روز اول فول انرژی و فقط بس رژیم نیست، هر کاری میخوای انجام بدی، تغییر میخوای توی زندگی، برای تغییرات روز اول فول انرژی، میری از هفته بعدی کم کم زمزمه های ذهنی شروع میشه، مهمونی ها شروع میشه، افرادی دور و برت میان که تو رو از مسیر دور کنن. بعد یه هفته یه دفعه میبینی یه هفته تمرینات رو انجام ندادی. ذهنت تو رو میشناسه. شما وقتی میخوای تغییر ایجاد کنی، چی رو میخوای تغییر بدی؟ اینی که الان داره کنترلت میکنه رو میخوای تغییر بدی. قبول داری؟ شما میخوای ذهنیت‌ها رو تغییر بدی، رفتارت تغییر کنه. کدوم ذهنیت؟ ذهنیتی که الان داره کنترلت میکنه. مثل اینی که من صاحب اینجا رو از اینجا بخوام بندازم بیرون، من بیام جاش بشینم. به نظر شما باید بذاره، اجازه بده؟ چرا روز اول مقاومت نمیکنه؟ چون شما رو میشناسه. ما برای بقا خلق شدیم، نه برای موفقیت. بزرگترین موفقیتی که اجداد ما داشتن چی بود؟ غارنشین. زنده بمونن، غذا پیدا کنن، زنده بمونن. خب الان موفقیت چیز دیگه تعریف شده. پس ما برای بقا خلق شدیم. برای موندن، زنده موندن نیاز به سیو کردن انرژی داریم، ذخیره انرژی داریم. پس هر چیزی که از ما انرژی میگیره، ذهن باش مقاومت میکنه. تغییر انرژی میگیره. عادت‌ها چرا اومدن؟ شما وقتی یه کاری رو برای بار اول داری هوشیارانه انجام میدی، ازت انرژی زیادی میگیره. روز اول پشت فرمون نشستی، 1 ساعت رانندگی کردی، انگار داشتی کو میکندی. ولی الان اصلا نمیدونی کی میری کی میای. عادت باعث میشه دیگه اون انرژی از بدن گرفته نشه. حالا یه عادتی رو ساختی میخوای تغییرش بدی. دوباره تغییرش بدیم، دوباره انرژی بذاریم، نمیشه، این نمیذاره. چرا؟ چون برای بقا نیاز به سیو کردن انرژی داره. اصلی ترین کار ذهن حفظ شرایط موجوده. از دایره امن نمیخواد بیاد بیرون. موفقیت چی میخواد؟ موفقیت خرج کردن انرژی میخواد. باید وقت بذاری، باید تلاش کنی. مخالفه با موفقیت. اون موقع غارنشین بودیم، اجدادمون، خب بزرگترین موفقیت زنده موندن بود دیگه، بقا بود. همون سیستم اومده جلو الان. پس من وقتی بخوام یه تغییر ایجاد کنم، با مقاومت مواجه میشم. شما سوار موتور میشی، وقتی سوار موتور شدی باد میخوره به صورتت. هر عملی عکس العملی دارد. پس وقتی شما مسیر رو شروع کردی، مقاومت‌ها رو داری میبینی، به جای اینکه جا بزنی باید بگی آخ چون مقاومت، یعنی من دارم راهمو درست میرم، مسیرم درسته. نه اینکه جا بزنی باز نمیدونم چرا نمیدونم. یعنی به طبیعت خودت داری ایراد میگیری، چیزی که درسته. دونستن همین چیزهای ساده خیلی بهت کمک میکنه. مقاومت‌ها روزای اول نمیان. چرا؟ چون مقاومت منو میشناسه، امیدو میشناسه، میدونه امید یه هفته 10 روز پر انرژی، بعد ول میکنه. توسط تجربیاتی که از گذشته داشته، شناختی که داشته، میگه چرا من براش انرژی بذارم، تا تشویقش هم میکنم، برو تو میتونی. دیدی واسه دوستامون، جلوی دوستامون یه سری هی گفتیم، این دفعه میگیم میدونه انجام نمیدیم، آره تو برو، تو میتونی. اینجوریه، تشویقت میکنه، میری جلو، بعد میرسه به اون یه هفته 10 روز جا میزنی، میاد سرکوبت میکنه. خاک بر سرت، دوباره نتونستی دیگه بلند نمیشی. ولی از یه جایی میگه نه این دفعه دیگه تغییر درسته. از یه جایی میری و میبینه نه از اون خط قرمز داری عبور میکنه، از اینجا رد چی دیگه تمومه. شروع میکنه با ترفندهایی که بلده، با شناختی که ازت داره، میاد تو رو از راه بده میکنه. مهمونیا، خسته میشی، دلت میخواد که امروز استراحت کن، خسته شدی، حالا فردا میری جلو، فردا یه بهانه دیگه، مهمون میاد برات، پس فردا به خودت میای میبینی 4 روز 5 روز تمرینات انجام ندی، دیدی من نمیتونم، بیا برچسبم به خودت میزنی، اراده ندارم و تموم، میذاری کنار. طبیعیه، همه همینو دارن. بعد خیلی میگم من عیب دارم، من ایراد دارم. نه آقا، اصلا سیستم درست داره کار میکنه. هر چیزی که از زندگیت میخوای بره بیرون، قبلش باید باهاش آشتی کنی. با جنگیدن فقط داری اون بار رو توی ذهنت حمل میکنی، توجهت اونجاست.
قانون جذب مستقیما داره رو توجهت کار میکنه. من وقتی دائما میخوام با شما بجنگم، شما تو ذهنمی، توجهم رو شماست، پس بیشتر از اون جنگ میاد توی ذهن. تا با چاقی آشتی نکنی، تا شرایط موجود رو نپذیری، بگی اوکی من با اطلاعاتی که توی ذهنم هست جسممو الان دوست دارم، اینجا رو پذیرفتم با حال خوب، حالا میخوام تغییرش بدم، اون جنگه میره، آشتی. وقتی آشتی میشه دیگه خیلی اتفاقی قشنگی میفته. ولی تو وقتی تو دائما داری میجنگی، اولا اون موضوع رو هی داری توی ذهنت مرور میکنی و باهاش بازی میکنی. پس نباید بجنگی، یه جا باید این جنگیدن رو رها کنی. 4 سالشه کودک درونت، ذهن ناخودآگاهت یه ذهن کاملا احساسیه، دلش لذت میخواد، دلش توجه میخواد. اگه زبون بچه‌تو بلد باشی خیلی راحت باهاش ارتباط میگیری، بدونی چرا گریه میکنه، بدونی چرا حالش بده. هر چقدر تو این ارتباط رو نزدیکتر کنی، نتیجه‌ای که میگیری راحت تره، مسیری که میری راحت تره. اما از روزی که بخوای با بچت بجنگی، از یه جای دیگه با ایگوش مواجه میشی، یعنی ناخودآگاه دشمنت میشه. یه کودک درونی داری، یه سری اطلاعات که دریافت کردی، وقتی به دنیا اومدی یه لیست بهت دادن، گفتن از خوب‌ها این ورن، از بدها این ورن، تو باید اینجوری باشی، اینجوری باشی، اینجوری باشی تا خوب باشی. همون رو داری زندگی میکنی. بابا این تعریف‌ها همش درست نبوده. ما داریم زندگی نکرده دیگران رو میکنیم. پدرم یه سری آرزوها داشت، نتونست بهش برسه، اونا رو انتقال داد بهم، من دارم زندگیش میکنم. اینا رو نگفتیم به خاطر سرزنش کردن، نه، اون این نسل به نسل اومده، حتی ژن به ژن اومده. تا هوشیار نشی نمیتونی تغییرش بدی. تا هوشیار نشی و نشناسی نمیتونی با خودت ارتباط بگیری و تغییرش بدی. هیچ کار سختی رو نمیتونی مدت زمان زیادی انجام بدی. سوال اول یادتونه؟ من میگم خانم رضایی یه کاری ازت میخوام، به نفعت هم نیست ولی این کار خیلی سخته، انجام میدی برام؟ مسلما یه جوری میخوای در بری. هیچکس سختو نمیپذیره. خب من بهت میگم به نظر لاغر شدن سخته، میگی آره. یعنی عملا داری به ذهن با هم بریم لاغر شیم، خیلی سخته، آسیب می‌بینی. چرا باید بپذیری؟ چرا باید همراهیت کنه؟ پس هیچ وقت نباید بهش بگی سخته. باید از اقدامک جای اقدام شروع کنی. من از فردا دیگه تا آخر عمر میخوام متناسب باشم واقعا. نه چیز بزرگیه براش، تو تعریف ندی. میترسه، فرار میکنه، مقاومت میکنه. من خیلی از سگ میترسیدم. تا جایی بود که بچه‌هام جلو میرفتم من فرار میکردم، اینجوری بود. تا 2 سال پیش قبل اینکه از کارم بیام بیرون، توی زمینی بودیم که اونجا سگ داشتم. من مجبور بودم به عنوان سرایدر چند شبی اونجا بمونم. بعد صاحبکار میگفت خب فقط این در رو باز کن، غذا بذار جلوش، در ببند. سگ ته باغ بود، من میذاشتم میومد. کم کم گفتم حالا این سگ نزدیکم شد، در رو باز میکنم، دستم پیش سگ. ذره ذره رفتم تو کنارشون گذاشتم. و این دفعه غذا رو گرفتم رفتم تا میدونستم سگ بود که نمیگرفت، میدونستم، ولی خب میترسیدم. کم کم رفتم ته باغ میزدمشون به این کنار، غذا میریختم میومدم. الان میرم پیشون بازی میکنم، تو خونمونم صاحب خونم سگ داره، اصلا یه عادی شده برام. تو خیابونم دارم میرم با سگ بازی میکنم، اینجوری شد. ذره ذره یه دفعه نیفتادم به جوش. آقا من امروز میخوام این روشو برم جلو. امروز شد، فردا میخوام امتحانش کنم. پس وقتی تکرار میشه امتحان کردنش، من از فردا صبح میخوام هر روز ساعت 6 صبح بیدار شم، نمیذاره. فردا رو میخوام بیدار شم، برم نون بگیرم، برم. چطوره؟ بیدار شدی برو بیرون، هوا رو نگاه کن تا میتونی از لذتش بگو. چقدر ببین هوا خوبه، تعریف کن مثل بچه. به بهانه پیاده روی هم نرو، بگو برم نون تازه بگیرم، چون به غذام علاقه داری، نون ندارم تو خونه، باید صبحانه بخورم. به این بهانه میری بیرون. تا رفتی از قشنگی بیرون بگو. میری تکرار، فردا چه خوب بود، فردا ببینیم میتونیم بلند شیم. 2 روز، 3 روز، 4 روز، 10 روز تکرار میشه عادت. با لذت هم. ای باز صبح شده باید برم سر کار. باز این کار سخت خود نمیذاره. این نمیذاره. بابا به خدا طبیعیه. این موضوع غیر طبیعی نیست، طبیعیه. من یه چیزی میخوام ازش که خودم هم دوست ندارم، نه انجام بده، تو باید انجام بدی. نمیشه.
اگر ما بپذیریم هر رفتاری داریم نشون میدیم حاصل اطلاعاتیه که به ذهنمون دادیم، دیگه هیچ وقت خودمون رو سرزنش نمی‌کنیم. آقا این کامپیوتر یه برنامه روش نصب شده که الان داره بهت نشون میده، چیزی دیگه میخوام باید برنامه‌ش عوض کنم. چقدر زمان میبره؟ همونقدر که راه رفتنم زمان برد، همونقدر که حرف زدنم زمان برد. من اوایل کارمو شروع کردم گفتم آقا روش ما روش سریعی نیست، زمان میخواد، 1 سال زمان میخواد، 6 ماه زمان میخواد. بعد تو مشاوره ها گفتم چند سال اضافه وزن داری، چه روشایی رفتی؟ طرف که 20 سال دارم تلاش میکنم. بعد دیدم به خدا روش ما سریع ترین روش ممکنه. طرف 20 سال هنوز نتونسته لاغرش، تونسته ولی برگشته سرش ثابته یه جا. پس روش من خیلی روش مفیده، سریعیه، یه ساله بهت کمک میکنه برای همیشه. چه جوری؟ مثل رانندگی یاد گرفتنه. یه بار رانندگی یاد میگیری کل عمرت رانندگی میکنی دیگه. یه بار آشپزی یاد میگیری کل عمرت آشپزی میکنی دیگه هر بار که تکرارش نمیکنی میری آموزش ببینی که. پس سریع ترین روش ممکنه. از راهش سرزنش نداریم. وقتی خودت سرزنش میکنی، خب امروز رژیم گرفتم، باز نتونستم رعایت کنم، باز اومدم خوردم. دقیقاً مثل این میمونه بچه 2 ساله تازه شروع کرد به حرکت کردن، افتاد، داری سرزنش. چرا افتادی؟ تو نمیدونی باید راه بری؟ به خود همون هیچ فرقی نمیکنه. کدوم یک از کارها را رانندگی می‌خواستی بکنی روز اول همه چی اوکی بود؟ راه می‌خواستی بری، می‌خواستی بنویسی، خودکار تو دستت می‌گرفتن، دستتو بازی یاد نیست؟ خودت یادت نیست، بچه داری که بعد خواهر داشتی که. پس چرا اونا رو سرزنش نمی‌کنی؟ خودت به خودت میرسی، چی به خودت دادی اینقدر از خودت می‌خوای؟ 2 تا 4 تا می‌کنی، چرتکه می‌زنی. باید تصویر اون چیزی که می‌خوای رو از خودت بسازی. ذهن وقتی تصویر داشته باشه میره سمتش. تو یه چیز گنگی رو میخوای که خودت هم نمیدونی. من میخوام لاغر شم. چقدر میخوای لاغر شی؟ وزن ایدئالت چیه؟ میخوای لاغر شی، تو خیابون داری به آدمای چاق نگاه میکنی، یا وقتی به یک فرد متناسب هم نگاه میکنی هرس میخوری چرا اون لاغر من نیستم؟ باید لذت ببری از اون اندامی که دوست داری. من اگه دلم میخواد لنگ‌کروز سوار شم، هر جا لنگ‌کروز دیدم باید ذوق کنم. اینو من میخوام. دارم میگم ببین این خوبه، من میخوام. هرچند با 200 فرق نداره. احساس، هممون یه قطب نمای درونی داریم که به همون نشون میده داریم مسیر رو درست میریم یا مسیر رو اشتباه میریم. سیستم هدایتگر احساسم. هر جا احساست خوب شد بدون فرکانست داره میره بالا، توی مسیر درست داری. هر جا احساست بده بدون داری میری به فرکانس جسم نزدیک میشی. پایین ترین فرکانس فرکانس فیزیکیه، جسم مادی. بالاترین فرکانس روحه. پس هر چقدر از فرکانس جسم فاصله میگیری و به سمت روح میری حالت بهتر میشه. خلایی که بین تو و روح هست برداشته میشه. ذهنیتات، ایگو، نفس اماره، چیزی که تو این دنیا یاد گرفتی، هر دوتا پشت ماشین نشستن. اختیار دست کیه؟ جسمت. راننده نفسته. روحت هم کنارش نشسته. اگر ذهنیتات، ایدئالهات، اون ایدئولوژیت با اون چیزی که روح میگه هماهنگ باشه، تو مسیر درست میری، حالت خوبه. ولی اگه خلاف هم باشین، روح فقط هدایت میکنه، میگه از این ور برو، میگه نه من از این ور میرم، تو سمتت هدایت میکنه. هر چقدر این روح و جسم هم نزدیکتر بشن که احساس خوب میشه و خلأ کمتر میشه، تو به سمت درستری داری. بزرگترین قطب نماه. هر جا دیدی حالت داره بد میشه بدون مسیر رو داری اشتباه میری. دنبال عوامل بیرونی نباش. عوامل بیرونی اگر دارن حالتو بد میکنن، عذر میخوام، برده اونهایی، تو وابسته به اونهایی. خدا بنده خلق کرد، بنده‌ای که فقط وابسته به اون باشه. پس هیچ عامل بیرونی نباید روی من اثر بذاره. چرا اثر میذاره؟ چون من برنامه‌ریزی شدم از رو محیط
اصل خودم رو نمیشناسم، نپذیرفتم، بلد نیستم، بهم یاد ندادن، جوری دیگه‌ای بهم یاد دادن، جوری دیگه‌ای رو من ارزش گذاشتن. تا به اون نرسم اتفاقی نمیفته. احساس اون قطب نمای هدایتگر درونیته، اونو باید بشناسی. برای اینکه به ثروت برسی، برای اینکه به حال خوب برسی، برای اینکه به تناسب اندام برسی، باید برگردی به تنظیمات کارخونه. بچه‌ها رو نگاه کن، ازشون یاد بگیر. نگران چه چیزهایی هستن؟ به غذا خوردنشون نگاه کن، یاد بگیر. به بازی کردنشون، به تخیلاتشون، تصوراتشون نگاه کن، یاد بگیر. خیلی‌ها فکر می‌کنن بچه‌ها قرار از ما یاد بگیرن. نه، ما قرار از بچه‌ها یاد بگیریم. چون هنوز صفره. غریزش داره از احساسش پیروی میکنه. ولی ما به دنیا اومدیم گفتن احساساتی نباش، منطقی باش. منطق ما چی بود؟ منطقی که بوی آبدو خیار میداد. دور و بری هام بهمون یاد دادن. آره. نتایجی که توی زندگی داریم حاصل افکار و رفتارمون. افکار میاد، رفتار شکل میگیره، میشه نتیجه زندگیمون. مجموع این سه تا میشه چی؟ شخصیت. اگه چاقی دارم، رفتارهای چاق کننده به اضافه افکار چاق کننده است که اون چاقی رو برام آورده. پس من اگر فکر کردن رو بدونم، توجه روی اون خواستم بذارم، ناخودآگاه رفتارم تغییر میکنه. مثل همون داستانی که از سگ بهتون گفتم. وقتی نگرشم، افکارم روی اینه که سگ آسیب زننده است، رفتارم یه چیزه، وقتی دوست داشتنیه یه چیز دیگه میشه. وقتی خودتو بشناسی، وقتی جسمتو بشناسی، وقتی قوانین رو بشناسی، اونا رو به خدمتت میگیری. قانون جاذبه وجود داره، تو چه بشناسیش چه نشناسیش داره کار میکنه. یه بچه از این ارتفاع بیاد میفته پایین. پیغمبر خدا رو به یه آدم داغون از ساختمون بنداز پایین، هر دو میفتن پایین. جاذبه است، قانونه، فرقی قائل نمیشه. حتی توی قرآن هم داریم. سنت‌های خدا تغییر نمیکنه. تو باید از قوانین استفاده کنی. یکی میاد از قانون جاذبه درکش میکنه، اختلاف ارتفاع درست میکنه، جلوی رودخونه سد درست میکنه، آب میاره بالا، این اختلاف ارتفاع با قانون جاذبه توربین میذاره، برق تولید میکنه. یکی میره بالای ساختمون 10 طبقه میپره پایین. تو میتونی قوانین رو بشناسی و از اون قوانین به نفع خودت استفاده کنی. وقتی بدونی، ذهنت فقط دنبال لذت میگرده. دیگه کارایی بهش نمیدی که رنج بشه. دیگه سر مسائل سخت باش نمی جنگی. یه جوری براش راحت جلوه میدی. دیدی خیلی ها مثلا میخوان یه کاری ازت بخوان انجام بدی، یه جوری واسه جلوه میدن راحت، بعد میری اونجا درگیرش میشی، میگی عجب کاری کردم. بلده. ناخودآگاه قانون رو بلده. وقتی بدونی تموم چیزهایی که قرار وارد زندگیم بشه، تغییر افکارم، تغییر رفتارهام نیاز به یک سیر تکاملی داره. من یه دفعه راه رفتن یاد نگرفتم، یه دفعه حرف زدن یاد نگرفتم. تمام چیزهایی که الان یاد گرفتی رو یه زمانی داشت. تو نمیتونی برز لوبیا رو امروز تو خاک بکاری، فردا بری ببینی چه لوبیا ندادی. نه، نیاز به یه زمانی داره. توی بعد مادی خیلی‌ها تونستن کشف کنن. مثلا همه که نمیدونستن تربچه سرویس بعضش بعد به سبزی بده که، یا بچه 9 ماهه به دنیا میاد که وقتی اتفاق افتاد تمام این سیستمش اینه. افکارت وقتی قرار به ماده تبدیل بشه، چون میزان انرژی که داری میذاری، میزان تمرکز افکاری که داری به ماده تبدیل کنه مشخص نیست برای هر نفری چقدر زمان میبره، چقدر این موضوع رو پذیرفتی. شما الان 1 ساعت اومدی اینجا نشستی داری اینا رو میشنوی، رفتی بیرون چی داری میشنوی؟ چقدر تمرکز میکنی رو افکار که بیاد به زندگیت؟ زمانش مشخص نیست. یک سیر تکاملی داره. قانون رو وقتی میدونی عجله نداری. تو میدونی بچه 9 ماه به دنیا میاد، عجله نداری. میدونی بعضی اینقدر زمان میبره دیگه، هر روز نمیری نگاه کنی چرا نیومدی.
تموم شد؟ وقتی ذهن ناخودآگاه رو بشناسی دیگه هم سرزنش نمی‌کنی. پروسه یادگیری اینه، سرزنش نداره. من باید اینجوری این مسیر طی بشه یاد بگیرم. شما میدونی از تهران میخوای بیای شمال، جاده هرازی هست که امکان داره ترافیک باشه، امکان داره سنگ بیاد جاده، بس با علم به این موضوع داری. وقتی شناخت داری که سورپرایز نمیشی تو مسیر. وقتی شناخت داری. وقتی نداری، الان شما پنجشنبه بخوای از تهران حرکت کنی بیای یا الان بخوای بریسم، میدونی ترافیکه. وقتی شناخت داری دیگه اذیت نمیشی، واسه خودت برنامه‌ریزی میکنی. وقتی این رو بشناسی. وقتی میزان ارزشمندی خودت هم بدونی، دیگه هر جایی نمیری نمیشینی، هر اطلاعاتی رو به ذهنت نمیدی، با هر کسی بحث نمی‌کنی، در پی اثبات کردن خودت به افراد نیستی، هر خوراکی رو به بدنت نمیدی. باید بچه بشی. باید برگردیم به تنظیمات کارخونه، از بچه‌ها یاد بگیریم.